خب سلام علیکم. سلام علیکم. حاضر در اینجا سمیناری موی پرورو در تاجیکستان عزیز گذشته شده است. ما متخصصای خطای آمادگی در اینجا سوال و جواب کردیم. خب چی گفتنی هستم با این متخصصا که ما را مثال طرز پرورش ماهی را چخیل براهمونیم چخیل استحصالات زیاد کنیم. ما چنین گفتنی هستم که همچون ماهی پرور با این متخصصای خطایی گفتنی هستم که در یک حوضای ما هم کرپ هست، هم سازن هست، هم مثال کراسی نقرگین هست. همین سه تاش ایش ایس مثال بردار میشن در حوض. در همین حوض کچ استوای ماهی گم میشود. خب از رو تجربه های برادران خطایی چی باید کرد که مثال کچ استوای همین ماهی گم نشود؟ مثال همین سازن ماند، کرپ ماند، مثال خیلی کراس هست، مثال ماهی شما کراس مثال همه چیز بردار میشود. شما چی خیلی در خطای چی خیلی استحصال میکنن و چی خیلی پیشگیری میکنن همین اویدی همین که گم نشود نسل همین ماهی؟ جواب شما رو انتظاره. Tabii ki